سلام به بچه های عزیز کانال پاپسی پارس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک ویدیو جدید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. همونجور که از تایتل ویدیو دیدید اومدیم به قسمت 2 آموزش رفتن به داخل سرور نوپا رو بهتون آموزش بدم که توی این قسمت قراره یه سرور دیگه رو معرفی کنم، چون که سرور میدستینی که توی ویدیو قبلی گذاشته بودم از حالت یه جورایی میشه گفت مثل اروپا شده دیگه و انمی های بسیار خوبی داره که نمیشه باهاش بسیار خوب پلی داد توش و رنگ ها. به خاطر همین اومدم یک سرور جدید و بهتری رو بهتون معرفی کنم که توش بتونید رنگ اپ کنید و وارد سرور نوپا بشید و کیف کنید دیگه، عشق کنید. ببینیم واسهتون چی آوردم. بریم سراغ آموزش. اول وارد قسمت ستینگ میشیم که از این بخش روی ستینگ بزنید که علامت چرخنده روشه. بعد توی گزینه سرور روی اون سرور کلیک کنید. الان روی اون کلیک کنید و اینجا میتونید سرورها رو ببینید که همه سرورها نسبتا پینگ خوبی دارن به جز پینگ آسیا و آمریکا و KRGP که و سرور KRGP که یک سرور بسیار یه جوری میشه گفت که بیشترین نوب رو توی بازی داره. چرا؟ چون که این سرور اصلا به قابلیتی نداره که مت رو استارت بزنه، چون اونقدر پینگش بالاست که مثلا اصلا 361 اصلا مت استارت نمیشه. ولی اگه یه دوست داشته باشه که سرورش اروپا یا میدستین باشه و پینگ خوبی داشته باشه، میتونید مت رو با اون استارت کنید و سرور نوب واسهتون فعال میشه. ولی این به یاری بستگی داره که این یار شما دقیقه به دقیقه تو بازی باشه و با شما همراه باشه که یکم کار سختیه پیدا کردنش. اما سروری که بهترین سرور برای رنگ اپ و نوب بازاری و پیدا کردن نوب هستش که یکیش اول میدستین بود که بعد از آپدیت های پاپسی خیلی از افراد به سرور میدستین هجوم آوردن و دیگه سرور میدستین مثل اروپا شده. حتی پینگش هم میبینید که روی 88-87 داره با اروپا مسابقه میندازه انگار. ولی سرور آمریکا که این سرور هستش، این سرور مس رو به خوبی استارت میکنه، پینگ خوبی داره. الان نشون نمیده خیلی خوب چون که توی چجوری بگم توی سرور اون نیستیم، ولی اگه توی سرور اون باشیم به شما اجازه اینو میده که پینگ 100 تا 150 داشته باشید که اگه اینجا من نمیخوام تغییرش بدم، توی اینجا از این قسمت توی آمریکا رو انتخاب میکنید، اوکی رو میزنید، سرور تعویض میشه و بعد وارد قسمت جایی میشید که مپ رو انتخاب میکنید که کدوم مپ بره و وارد بازی میشه. توی اینجا توی کنار بخش روم یه قسمتی هست به نام ستینگ. روی اون که بزنید اینجا یه دونه گزینه است که انیبل و دیسیبل داره و یه سیو که در آخر باش کار داریم. اون رو انیبل میکنیم، یکیش رو روی عربی و یکیش رو هم که این زبان چینی ژاپنی چیه توی قسمت سوم میذاریم و اوکی رو میزنیم و سیو رو میزنیم. و اگه خواستید متن بیشتر از 60 ثانیه اول استارت بشه، این گزینه رو تیک بزنید و سیوش کنید و به شما تبریک میگم، شما وارد سرور نوپا شدید. یعنی دیگه هیچ پرو پلیری توش نیست. اگرم باشه یکی دو تاست که توی متای خیلی سنگین شاید جلوتون بیفته که بازم میگم این سرور بدیهای خودش هم داره، مثل اینکه پینگش زیر 100 نمیاد و بالای 100، ولی خب بازم همه نوبن، تو اونا تا بخوان تفنگو از دست در بیارن تو همه رو زدی، چون پینگ زیاد به این علامت ربطی نداره. امیدوارم که با این ویدیو خوشحال شده باشید و کیف کرده باشید که بتونید وارد سرور نوپا بشید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید که آیا میدستین بهتره یا آمریکا. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.